سلام بیننده عزیز، با سرخط رویدادها خوش آمدید. در چند دقیقه که در اختیار داریم از آن میگوییم که برای ولادیمیر پوتین با خرج 7 میلیارد روبل یک قطار یا پویزد ساختند. 60 طلبکار حاجی فرزی در تاجیکستان به دام فریب افتیدند و سازمان ملل از تاجیکستان خواسته است تروریست اعلام کردن خبرنگاران و حامیان حقوق را بس کند. خبرهای دیگر هم داریم. سازمان ملل متحد از حکم‌های پیهمی حامیان و خبرنگاران و فعالان مدنی در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده از حکومت خواسته است که برای بهتر کردن وضع آنها به عهدهای کرده‌اش وفا کند. کارشناسان سازمان روز 4 ایول در اعلامیه به منصبداران تاجیک گوشزد کردند که جنایت شمردن کار حامیان حقوق با عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان سازگار نیست. در اعلامیه از پرونده 8 خبرنگار و بلاگر و وکیلان مدافع یاد آوردند که آخر سال 2022 از 7 تا 21 سال به زندان محکوم شدند. نمایندگان سازمان ملل محاکمه این افراد را ناعادلانه خوانده تنقید کردند. مقامات تاجیکستان بازداشت و محاکمه‌های زیاد را تصدیق ولی سرکوب هدفمندانه دیگراندیشان و منتقدان حکومت را رد می‌کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید 2 نفر را برای فریب دادن ده‌ها اعتقادمند که نیت حج را داشتند دستگیر کرده است. وزارت روز 5 ایول خبر داد که 2 ساکن ناحیه شهر نو 60 نفر را با وعده فرستادن به مکه و مدینه فریب داده از هر کدام 5,500 دلاری گرفتند ولی به وعدهشان وفا نکردند. از بازداشت شده‌ها نعمت الله صالحیف و اسلام الدین علیزاده نام برده شد. نفر سوم در جستجو بوده است. وزارت در برنامه تلویزیونی‌اش تاکید کرده است که روند ادای حاجی فرزی در تاجیکستان تنها از سوی کمیته دین و حاکمیت‌های اجرایی در محله‌ها تنظیم می‌شود. سالانه از تاجیکستان حدود 4000 نفر برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می‌روند. مبلغ سفر حج از تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی یکی از گران‌ترین هاست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شکایت کرده است که کشورهای غربی در فرستادن اسلحه تأخیر می‌کنند. او در مصاحبه با تلویزیون CNN که روز 5 ایول نشر شد گفت حمله‌های جوابی اوکراین به روسیه به سبب دیر رسیدن اسلحه غربی دیرتر آغاز یافت و امکان داد که نیروهای روسیه برای مقاومت با حمله‌های جوابی آمادگی بگیرند. ولادیمیر زلنسکی گفت که تأخیر در فرستادن اسلحه برای نیروهای اوکراین مشکل ایجاد کرد. بعد آغاز حمله‌های جوابی در ماه گذشته، اوکراین چندی از دهات در جنوب و شرق کشور را بازپس گرفت. گروهی از خبرنگاران تحقیقگر آشکار کردند که برای ساختن یک قطار مخصوص برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از بودجه دولت تقریباً 7 میلیارد روبل خرج شده است. خبرنگار مرکزی دوسیه این اطلاع را از شرکت سیرکون سرویس به دست آوردند که به نگهداری پویزد و یا قطار رئیس جمهور مشغول است. و گفته خبرنگاران در قطار ولادیمیر پوتین یک واگن مخصوص است که تمام وسایل برای ورزش و حمام دارد. در قطار همچنین اتاق مخصوص طبی و مجهز با تمام وسایل وجود دارد و هیچ صدایی هم در داخل آن شنیده نمی شود. به نوشته مرکزی دوسیه قطار رئیس جمهوری روسیه 22 واگن دارد ولی هنگام سفرها فقط 10 تای آن را استفاده می برند. یک گروه 10 نفره مهاجران ازبک اینک 9 ماه می شود در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در ولایت رستوف روسیه قرار دارند. آنها را گویا برای استفاده اجازتنامه کار و یا پتنت قلبکی دستگیر کردند. خودی مهاجران میگویند به دام فریب کاردهنده افتادند. چون این حادثه ها با مهاجران تاجیک هم زیاد اتفاق می افتد و یکی از گزارش های برنامه اخبار تحلیلی و خبری آزادی امروز همین است. برنامه 4 ساعت بعد نشر می شود و حتما برگردید و ببینید. و حالا از قرب ارز خارجی در تاجیکستان میگویم. ارزش روبل روسی امروز باز پایین‌تر رفت. 6 ایول بانک ملی قرب 1000 روبل روسی را 120 سومانی تعیین کرده است. روز پیش روبل به 122 سومانی برابر بود. 100 دلار آمریکایی به 1092 سومانی و 100 یورو 1180 سومانی برابر است. قرب ارز خارجی در بانک‌های تجارتی اندک فرق می‌کند.
سپاس برای همراهی بیننده عزیز. برای دیدن گزارش و خبرهای بیشتر و جالب حتما 4 ساعت بعد به این کانال برگردید. شما را در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی انتظار